مردک ها مردک مردکه ای گوشای کر نمانه ای مردک چی میگی؟ ای کارو دارم یا باعث بیا گپ دارم او میمونی من یک کاری خدمت کنم بیا کارو دارم بیا در جانم زدی میگم تمرشین کمیسیون ای همین ای مارشین که او 3 ساعت دعویدن دیگه داری او مرا ای کار موندی چی پرابلمه چی میگی در شوی بینی چوجای پرید در روزی بینی ای خنده میمبری مردکه در همین چی سری سال میگم یه وقتی معامله شروع کنم تا نمیفهمی چیا پای باید یکم پرابلمه داری 2 هفته پس توی دخترمونه من برای چی تازه کسم خونه بدارم من میدونم اخی دخترمون میگه که من حافظ دوست داشته دارم حافظ دوست داشته باید کی بده؟ حافظ دوست داشتهش احمدجoni تغیمرود بده و لیلی 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 جون باقلانم تانم بده باقلای همه یعنی هفته دیگری که در کوچه اینایی قشلوق بالایی ده توی بدد من رفتم قطعی سلفی کردم چوکتی؟ سلفی کردم سلفی؟ اگر این عمرو شدوری پرابلم نیست نه شد تمام دختر ما فیروت که؟ گب نیست ای مادر جان لیلی جان نام تو گیرم بر زبان گردد بهارم به خزان لیلی جان نام تو گیرم بر زبان صد مشکل آسان در جهان لیلی اگر پیدا نبود مجنون کجا دیوانه شد بخوانه بود افسانه شد افسانه ما در جهان لیلی جان نام تو گیرم بر زبان گردد بهارم به خزان لیلی جان نام تو گیرم بر زبان صد مشکل آسان در جهان از غم رهایت میکنم جان را فدایت میکنم کاشا نجایت میکنم لیلی جان لیلی جان نام تو گیرم بر زبان گردد بهارم به خزان لیلی جان نام تو گیرم بر زبان صد مشکل آسان در جهان لیلی جان نام تو گیرم بر زبان صد مشکل آسان در جهان